منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بدر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بدر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه می‌خواهیم درباره یکی از مسائل مهم اخلاقی و اجتماعی در دین مقدس اسلام صحبت بکنیم و آن مسئله روابط بین خویشاوندان یا صله رحم است که این موضوع یکی از موضوعات خیلی مهم در دین مقدس اسلام هست که باید مسلمانان در روابط اجتماعی بین خودشان آن را در نظر بگیرند. ما در مسئله قرابت و خویشاوندی یکی قرابت نسبی داریم، یکی قرابت دینی و آسمانی. درباره قرابت دینی و آسمانی گرچه در برنامه‌های گذشته صحبت شد که الله سبحانه و تعالی انسانها را وقتی که مشرف به دین مقدس اسلام نمود، آنها را با همدیگر برادر و برابر قرار داد، طوری که در سوره حجرات آیه 10 می‌فرماید که انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرند. همچنین هر مسلمان بر مسلمان دیگر حقوقی دارد که حقوق شرعی هست و این حقوق به دو دسته طوری که گفتیم تقسیم می شود. یکی حقوقی است که خویشاوندان نسبی ما دارند و یکی است که حقوقی که کسایی که ما با آنها برادر هستیم به عنوان برادر دینی، که این حقوق عام هست و همه خویشاوندان را نیز در زیر پوشش خود میگیرد. اما خویشاوندان و قوم و خویش ما به اصطلاح حق بزرگی بر گردن ما دارند و آن مسئله روابط با آنها و صله رحم با آنهاست. چون رابطه و صله رحم با خویشاوندان از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در دین مقدس اسلام برخوردار است، الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه اول می‌فرماید که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. و بترسید از الله، از اینکه پیوند خویشاوندی را گسیخته دارید و صله رحم را نادیده گیرید، زیرا که بیگمان الله مراقب شما هست. پس صله رحم و روابط با خویشاوندان یکی از مسائل مهمی است که الله سبحانه و تعالی ما را از دوری از آن برحذر داشته است و ما امر کرده است که با خویشاوندان خود روابط نیک و حسنه داشته باشیم و حقوق آنها را مراعات کنیم. و در سوره رعد قطع علاقه با خویشاوندان را پیوست با پیمان شکنی و فساد بر روی زمین الله سبحانه و تعالی ذکر می کند و سپس به ما مسلمانان آگاهی می دهد که سرانجام و عاقبت چنین مردمان این است که مورد نفرین الله سبحانه و تعالی قرار گرفته و به سرنوشت بدی دچار خواهند شد، چنانکه الله سبحانه و تعالی در سوره رعد آیه 25 می فرماید والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. و اما کسانی که پیمان الله را می شکنند که با ایشان بسته شده است و پیوندی را که
جدا میکنند یا میگذرانند که الله متعال به حفظ و نگهداشت آن دستور داده است و در روی زمین به فساد و تباهی میپردازند. نفرین نصیب آنهاست و پایان بد جهان که امانا دوزخ است از آن آنها خواهد بود. ابن حجر هیثمی رحمت الله علیه کنارگیری از خویشاوندان و دوری از آنها را از جمله گناهان کبیره شمرده و به آیات فوق و دیگر آیات قرآن کریم که در آن گناه قطع کننده صله رحم را بیان داشته است استدلال می کند. بینندگان عزیز و گرامی، حالا ما میپردازیم به این که چگونه ما مرتکب قطع صله رحم میشویم و مرتکب این گناه کبیره و بزرگی که الله سبحانه و تعالی ما را از آن منع کرده است. یکی از اسباب قطع صله رحم عدم کمک و همکاری با خویشاوندان محتاج است. مثلا اگر دیدید که یکی از خویشان شما، یکی از بستگان و فامیل شما محتاج هستن، احتیاج به کمک شما دارن، اگر شما این کمک را از آنها دریغ بکنید پس گناهکار میگردید و قطع صله رحم کردید. همچنین سخنچینی و تفرقه افکنی میان قوم خویش، میان بستگان یکی از مسائلی است که سبب قطع صله رحم می شود و کسی که مرتکب این گناه شود، گرچه خود قضیه سخنچینی و غیبت این که گناه بزرگی است، اما کسی که مرتکب این گناه بزرگ می شود سبب می شود که مشکل بزرگتر دیگری در بین فامیل ها و قوم خویش ها رخ دهد که مسئله قطع صله رحم است که این هم یکی از گناهان کبیر است. یکی از مسائل مهم دیگر در قطع صله رحم و قطع روابط با خویشاوندان عدم دید و بازدید از آنهاست. پس یک انسان مسلمان باید به بهانه‌های مختلف در روزهای عید و غیر روزها با قوم خویش خود دید و بازدید داشته باشد و به دیدن آنها برود و از احوال آنها جویا شود. همچنین اشتراک نکردن در مناسبت‌های آنها، مثلا در مجالس عروسی و مناسبت‌هایی که در بین خویشاوندان رخ می‌دهد، اگر انسان در این مناسبت‌ها شرکت نکند این هم یکی از اسباب قطع صله رحم هست. همچنین تعلیم ندادن امور دین. شما اگر می‌بینید که مثلا یکی از قوم خویش شما، یکی از فامیل های شما با امور دین آشنایی ندارد و شما اگر که علم دارید و استطاعت دارید این امور دین را به او یاد نمی دهید، این هم نوعی از قطع صله رحم محسوب می شود. همچنین اگر دیدید که دوستان شما و قوم خویش شما و خویشاوندان شما مشرک هستند یا که مرتکب گناه کبیره میشوند یا اعمالی انجام میدهد که سبب خارج شدن آنها از دایره اسلام میگردد، شما باید به آنها گوشزد بکنید و آنها را دعوت بکنید که به راه الله سبحانه و تعالی به طریق صحیح قدم بردارند و اگر که این کار را انجام ندادید این هم یکی از اموری است که مانند قطع صله رحم محسوب می‌گردد. همچنین تحقیر نمودن و تکبر نمودن در مقابل قوم خویش هم یکی از مسائلی است که سبب قطع صله رحم می شود و قوم خویش از انسان دوری می کنند یا انسان متکبر خود را برتر از دیگران می داند، برتر از مثلا عمو و پسر عمو و قوم خویش خود می داند که این مسئله هم سبب می شود که قطع صله رحم صورت بگیرد. از جمله اموری که باعث و سبب این است که انسان اهمیت ندهد به مسئله صله رحم، ضعف تقوا و پرهیزگاری انسان است. اگر انسان با آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آشنایی داشته باشد، سعی می‌کند که همیشه در مسئله صله رحم قدم بردارد و اگر که در بین خانواده ها مشکلی ایجاد می شود که سبب قطع صله رحم هست، سعی بکند که این مشکلات را دور بکند و همیشه کوشا می باشد که مشکلات را از بین قوم و خویش ها و بین خانوادهایی که در بین آنها مشکلاتی وجود دارد برطرف بکند تا سبب قطع صله رحم نگردد. یکی از مسائل دیگری نیست که سبب قطع صله رحم می شود مسئله بخل است.
که بعضی از اقارب و خویشاوندان که اگر الله سبحانه و تعالی به آنها نعمت داده است و دارای جایگاه و مال هستند بخل می‌ورزند و نسبت به قوم خویششان که نادار هستند و تهیدست هستند و محتاج هستند با آنها کمک نمی‌کنند، از آنها دستگیری نمی‌کنند که این هم یکی از اسبابی است که سبب قطع صله رحم می‌شود. همچنین یکی از موارد مهم دیگر بی‌توجهی به مهمان هست. یعنی بعضیا به مهمان توجه نمی کنند، خاصتا اگر مهمان از قوم خویش آنها باشد که این امر هم سبب قطع صله رحم می شود. یکی از مشکلاتی که خیلی وجود دارد در بین خانواده ها قضیه بعضی از مسائل زشت و بدرفتاری هایی است که در بین خانم ها و در بین زن ها صورت می گیرد و متاسفانه بیشتر مسائلی که در آن قطع صله رحم وجود داشته است، قطع روابط خویشاوندی وجود داشته است، می‌بینیم که سبب آن زنها هستند که امیدوار هستیم که خواهران مسلمان ما به مسائل خیلی پیش پا افتاده که در مهمانی ها، در مجالس عروسی، در دید و بازدیدهایی که بین خانواده ها صورت میگیرد توجه نکنن. یعنی مسائل بسیار کوچکی رو میبینیم که سبب میشه که خانواده ها از هم دیگر دور شوند و سبب هم که فلان خانمی در فلان مجلسی فلان حرف را زده است و این خانم هم این حرف رو مثلا در بین قوم خویش پخش کرده است که همین مسائل کوچیک و پیش پا افتاده سبب می شود که خانواده ها از هم جدا شوند و مشکلات بینشان ایجاد شود و سبب قطع صله رحم این گناه بزرگ گردند. بینندگان عزیز و گرامی، یکی از مسائل مهم دیگری که سبب قطع صله رحم می شود مسئله حسد و بدخواهی است که این مرضی است که متاسفانه امروز در بین بسیاری از خانواده‌ها شیوع پیدا کرده است که تا می بینن کسی مثلا صاحب منصبی است، صاحب جاه یا مالی است، به او حسد می ورزند و سعی می کنند که این نعمت را از او دور بکنند و میخوان که مثلا این طرف به بدبختی و مصیبت دچار شود که این مثلا سبب می شود که صله رحم در بین اقارب و در بین خویشاوندان پاره شود و در بینشان عداوت و دشمنی جای بگیرد. و مسئله صبر نکردن بر بعضی از اقارب. حالا شاید مثلا ما خانواده در بین خانواده خود، در بین قوم خویش خود اشخاصی رو داشته باشیم که مرتکب بعضی از مسائلی میشوند که شاید ما آنها را نپسندیم. این صبر نکردن بر این مسائل هم یکی از اسباب قطع صله رحم هست و مسئله خیلی مهمی که خاصتا جوانها به آن توجه بکنن مزاح‌های بیجا هست که بعضی از انسان‌ها رو می‌بینیم که قوم خویش خود را به مسخره می‌گیرن یا با همدیگه مزاح‌های بیجا می‌کنن که عاقبت این مزاح‌ها و این سخنان به جاهای باریک می‌رسد و سبب جنگ و دعوا بین آنها می‌گردد و مشکلاتی ایجاد می‌شود که قطع صله رحم صورت بگیرد. و یکی از مشکلات دیگر مسئله طلاق هست که متاسفانه وقتی در بین دو خانواده خدای نخواسته طلاق رخ داد، این سبب می شود که با هم دیگه دوری بکنن و قطع صله رحم صورت بگیرد که این مسئله هم باید خانواده‌های گرامی در نظر داشته باشند که مسئله طلاق بین دو انسان هست. شاید مشکلی با هم دیگه داشتن، نتوانستن زندگی بکنن، از هم دیگر جدا شدن و این نباید سبب این شود که ما قطع صله رحم بکنیم و سبب گناه بزرگی شویم که الله سبحانه و تعالی آن را نمیپسندد. یکی از مسائل مهم دیگری که سبب قطع صله رحم می‌گردد بعضی از شراکت‌های تجارتی بین بعضی از اشخاص و بین بعضی از خانواده است که اگر که مثلا در این تجارت ضرر کردن یا به مشکلی مالی برخوردن سبب می‌شود که با هم دیگر دشمن شوند، از هم دیگر جدا شوند و با هم دیگر رفت آمد نداشته باشند که این مثلا مسئله خطرناکی است که باید دوستان توجه بکنن که مسائل دنیوی، مسائل مادی نباید سبب این شود که از هم دیگر دور شوند و قطع صله رحم بکنند که خدای نخواسته وارد دوزخ شوند و موجبات غضب الله سبحانه و تعالی را فراهم کنند. در صورت ما باید همیشه در نظر داشته باشیم که مسائل مهمی هست در بین مسائل خانوادگی که باید در نظر داشته باشیم. یکی از این مسائل مهم را حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان می‌کنند که می‌فرمایند به مردمانی که با هم قرابت دارند بگویید
تا با یکدیگر دید و بازدید نمایند ولی با هم همسایه نشوند. و همچنین یکی دیگر از علما می‌فرماید که خانه‌هایتان را از هم دور سازید، محبت و الفتتان را با همدیگر نزدیک بکنید. زیرا بیشتر اتفاق می‌افتد که بر اثر همسایه بودن و نزدیک بودن بعضی مشکلات بین فرزندان، بین زنها، بین خانواده ها صورت بگیرد و سبب شود که با هم دیگر قهر کنند و قطع صله رحم نمایند. به خاطر همین سعی بکنید تا از هم دیگر اگر دور زندگی بکنید و الفت و محبتتان بیشتر باشد بهتر خواهد بود. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب نماید. الله متعال یار و یاورتان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بدر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.